یه خواننده تازه کار، یه مهمونی اشرافی توی کاخ شاه، یه روبرو شدن با محمد رضا شاه پهلوی و یه قول عجیبی که شاه از هایده گرفت. این فقط یه خاطره معمولی نیست، یه داستان نابع از زبون خود ستاره معروف موسیقی پاپ، ستار. همون شبی که برای اولین بار جلوی چشم شاه و هایده خوند و یه اتفاق عجیب افتاد که هیچ وقت یادش نرفت. ماجرا برمیگرده به اون سالهایی که ستار تازه قدم گذاشته بود توی دنیای موسیقی. هنوز اسم و رسمی نداشت، ولی کم کم داشت صداش شنیده میشد. یه شب دعوت میشه به یکی از مهمونی‌های دربار پهلوی، جایی که برای اولین بار با شخص شاهنشاه روبرو میشه و همینطور با هایده که خیلی زود قراره یه قولی به شاه بده، قولی که هیچ وقت بهش عمل نمی‌کنه. توی دربار پهلوی همیشه مهمونی و جشن برقرار بود، اونم چه مهمونی هایی. اغلب این مجالس با حضور خواننده های معروف پاپ برگزار می شد. کمتر پیش می اومد کسی موسیقی سنتی اجرا کنه. برنامه ها بیشتر مطابق سلیقه شاه و شهبانو چیده می شد. مثلا یه وقتایی که مهمونی کوچیک و خصوصی بود، بیشتر تایم مهمونا توی سالن سینمای کاخ می گذشت. ولی وقتی مهمونی رسمی تر بود، مثل شبی که خانواده های وزرا یا حتی سفرهای خارجی مهمون بودن، اونجا اجرای زنده موسیقی حرف اول رو میزد. اونم دقیقاً با خانواده هایی که شاه و شهبانو دوست داشتن. محمد رضا شاه اون زمان علاقه خاصی به صدای گوگوش و هایده داشت. ولی وقتی برای اولین بار صدای ستار به گوشش خورد، با اینکه ستار تازه کار بود، گفت این پسر خیلی استعداد داره و باید کارش رو ادامه بده. حتی گفت بهتر بیشتر توی برنامه‌های دربار بخونه. یه بار خودش تعریف میکرد. شاه گفته بود من دلم میخواد ستار یه چیزی بخونه، مثل همون دفعه که تو کاخ نیاوران 3-4 سال پیش یه کتابخونه یه شعر بی موسیقی خوند. اون حسو میخوام. انگار صدای خام و بیریای ستار حسابی تو ذهنش مونده بود. ستارم اون شب دقیقاً همون حس رو منتقل میکنه. اصلا داستان معروف شدن ستار از همون سریال مراد برقی شروع شد. ترانه خانه به دوش که خونده بود همه جا گل کرد. مردم باهاش ارتباط گرفتن. باعث شد دعوتش کنن به برنامه‌های تلویزیونی و حتی رادیو ملی ایران. کم کم پاش به دربار هم باز شد. این صداهایی که محبوب دربار بودن یه جورایی از حمایت شاه و شهبانو بهره می بردن. همین باعث می شد سریعتر معروف بشن. حضور در دربار یه سکوی پرتاب برای خیلی ها بود. حالا ستار هم یکی از همونا بود. رفت و آمدهاش به کاخ باعث شد حتی یه سری شایعه ها شکل بگیره. یکی از اون شایعه ها رابطه عاطفی بین اون و شاه دخت فرهناز بود. تا جایی که خود شهبانو فرح هم تو کتاب خاطراتش به این موضوع اشاره کرده. شون نوشته بود چند ماه مونده بود به خروج ما از ایران. فرهناز و رضا رفته بودن آمریکا. منم سرگرم جمع کردن وسایل از کاخ بودم. زنگ زدم به فرهناز که ببینم چیزی از اتاقش میخواد یا نه، که به عنوان یادگاری براش جدا کنم. فقط یه چیز ازم خواست. پوستر عکس ستار که به دیوار اتاقش زده بود. از اون طرف آهنگ معروف همسفر که با صدای ستار اجرا شد اولین بار توی دربار جلوی خود شاه و شهبانو اجرا شد. شهبانو اونقدر خوشش اومده بود که همونجا دستور داد این آهنگ هر روز و چند بار تو رادیو پخش بشه. اون موقع رادیو شنونده کم نداشت و این حمایت محبوبیت ستار رو چند برابر کرد. ستار کم کم تبدیل شد به یکی از محبوب ترین هنرمندای قبل انقلاب. درست کنار اسمهایی مثل هایده، گوگوش، مهستی و سترین، کمدین معروف اون زمان. بعدها هم که خانم همیرا و چند خواننده دیگه به این جمع
اضافه شدن. حالا بذار یکم هم از هایده بگیم. کسی که عمرش کوتاه بود ولی خاطرهاش موندگار. هایده تو 13 سالگی ازدواج کرده بود با یه افسر ارتشی خشک و سختگیر به اسم نوری. اون اصلا خوشش نمی اومد که همسرش خواننده باشه. اونم با اون صدا و زیبایی. ولی هایده تسلیم نشد. با وجود همه فشارها جنگید و راهش رو ادامه داد. بین آشناهای هایده یه سرهنگی بود که با دختر خاله شاه مهری رفاقت نزدیکی داشت. همین دوستی باعث شد که هایده و مهستی وارد محفل‌های درباری بشن و اونجا بخونن. مهستی زودتر به شهرت رسید و کارش رو توی گل‌های رنگارنگ شروع کرد. اما هایده یه مدت درگیر زندگی شخصی و جدایی از شوهرش بود. جالبه بدونین هایده حتی به صورت مخفیانه تو 4 فیلم سینمایی هم اجرا کرده بود بدون اینکه اسمش رو بیارن. ولی فعالیت جدیش از زمانی شروع شد که با رهی معیری و علی تجویدی آشنا شد. تجویدی که معروف بود به کاشف صداهای ناب. یکی از بزرگترین کشفاش همین هایده بود. هایده با سرعت معروف شد و توی برنامه گل‌های رنگارنگ و کاباره‌های معروف تهران حسابی درخشید. بعد از جدایی یه ازدواج دیگه هم داشت با بیژن مراد که فقط 3 ماه دوام آورد. خودش گفته بود بیژن رو 6 سال بود میشناختم، ولی وقتی زیر یه سقف رفتیم فهمیدم که مسئولیت پذیر نیست. تازه میخواست بچه هم داشته باشیم. در حالی که من از ازدواج اولم 3 بچه داشتم. با توافق از هم جدا شدیم. اواخر دهه 50 هایده به اوج شهرت رسید. صدای اون یکی از صداهای اصلی دربار شده بود. ولی با شروع انقلاب همه چی به هم ریخت. شلوغی ها مخصوصا بعد از فاجعه سینما رکس باعث شد هایده، مهستی، مادرشون و بچه ها از ایران برن. تو سال 1361 از لندن به آمریکا مهاجرت کرد و اونجا به فعالیتش ادامه داد. و اما بریسیم به اون خاطره ناب از زبون خود ستار. ستار تعریف میکنه نوبت ما شد که بریم بخونیم. رفتیم رو صحنه. اولش آهنگ خسته بودم شهر رو خوندم. بعدش هم قلبم. ولی قلب خودم داشت از جا کنده میشد. با خودم میگفتم اگه شاه خوشش نیاد چی؟ نکنه بگه این مرتیکه رو بندازیم بیرون، یا بدتر بگن بگیرینش. ولی خدا رو شکر ظاهرا خوشش اومده بود. آهنگ دوم، سوم، چهارم یکی یکی اجرا کردیم. دیگه تهش آهنگ زندگی کن نگاه چشم تو رو هم که اون موقع خیلی معروف شده بود خوندم و تعظیم کردم و اومدم بیرون. ولی این تازه اول ماجرا بود. یه خانمی اومد طرفم گفت بیا ارباب کارت داره. منم گیج شده بودم، گفتم ارباب کیه دیگه؟ اونم گفت بیا ببین. رفتم جلو، دیدم شاهنشاه اونجاست با امیر هوشنگ داشتن تخته بازی میکردن. معلوم شد وسط بازی صدای من به گوش شاه میرسه. پرسیده این که داره میخونه. گفتن یه خواننده جدیده، تازه کاره. شاه گفته بود بگید بیاد. باز منو صدا زدن. شاه خواسته بود همون آهنگو یه بار دیگه بخونم. البته خودش مستقیم نگفت، ولی همه فهمیدن که دستور از بالا اومده. همزمان هایده همونجا نشسته بود. خیلی راحت لم داده بود. پاشو دراز کرده، لیوان ویسکی دستش. به من گفت ستار چشاتو وا کن. گفتم بابا به چشای من چی کار داری؟ ولم کن دیگه. خودش هم همین دور داشت ویسکی میخورد. یه حس بیخیالی و راحتی خاصی داشت که یهو محمد رضا شاه اومد جلو، گفت هایده تو که قول داده بودی دیگه مشروب نخوری. هایده با اون لحن خاص خودش گفت قربونت برم، به سر شما قسم. شاه گفت پس چرا به من دروغ میگی؟ دارم با چشم خودم میبینم دارم بهت مشروب میدن. همه یه لحظه ساکت شدن. ولی خب اینم یکی از همون شوخی‌های شاه بود که تلخ و شیرین با هم بود. ولی افسوس سالها بعد هایده که دیگه رفته بود آمریکا، تو اوج ناباوری تو 30 دی ماه 1368 بعد از یک کنسرت تو کازابلانکا سکته قلبی کرد و از دنیا رفت. البته چند وقت قبلش هم یه سکته خفیف داشت. دکترها بهش گفته بودن
که پرواز طولانی، استرس، الکل و اجرا برای بدنش خطرناکه. ولی هایده با اون روحیه غمگین و غربت زده به نوشیدن روی آورده بود تا خودش را آروم کنه. حتی یه سری شایعه ها پیچید که هایده به خاطر مصرف زیاد الکل و مواد فوت کرده. ولی مهستی خواهرش توی مصاحبه گفت به روح هایده قسم میخورم که اون 2 سال آخر زندگی تحت نظر پزشک بود. سیگار و مشروب رو هم ترک کرده بود. فوتش هیچ ربطی به این چیزا نداشت. فشار خون بالا، دیابت و اضافه وزنش باعث شد که سکته کنه. هایده توی یکی از آخرین مصاحبه‌هاش با بغض گفت صدامو حتما تو ایران هم میشنون. باور کنید گلومو بغض گرفته. نمیدونم چی بگم. فقط آرزو دارم یه روز برگردم و تو وطنم کنار مردم خودم بخونم. هر جای دنیا باشم دلم پیش ایرانه. اگه از این خاطره های خاص و کمتر شنیده شده خوشت اومد، حتما کانال ما رو سابسکرایب کن. آن زنگوله کنارش هم بزن تا اولین نفری باشی که ویدیوهای بعدی رو میبینی. حتما توی کامنت ها بنویس کدوم هنرمند محبوب اون دوران رو بیشتر دوست داشتی.